بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل أمة الإسلام على سائر الأمم وميز شريعته عن بقية الشرائع، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه محضر شما عزیزان و بزرگواران هستیم. اجازه بدهید طبق روال همیشگی مهمانان این برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه را خدمت شما عزیزان معرفی نموده و عرض سلام و ادب با ایشان داشته باشیم. خوشحالیم که امروز بار دیگر جناب دکتر نور محمد عمرا لطف فرمودن و در استودیوی برنامه بازسازی اندیشه البته برای اولین بار حضور یافتن. جناب دکتر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعدم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت استاد بزرگوار استاد فاتح و تمامی بینندگان عزیز و از اینکه فرصت دادید و بر من منت گذاشتید در حقیقت که در خدمت بینندگان باشم و در رکاب اساتیدی چون شما. بسیار سپاسگزارم و ممنون. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین جناب دکتر. ما خوشحال هستیم که بر ما منت نهادین و حاضر شدیم که در این برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه ما را و بیننده های عزیز و گرامی ما را همراهی نمایید. مهمان دیگر برنامه البته ما از سمت راست شروع کردم، جناب استاد فاتح گرامی هستند. استاد عبدالرحمن فاتی خدمت شما از طرف خود و بیننده های عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم به خدمت شما استاد گرامی و جناب دکتر بزرگوار که زحمت کشیدند و امروز در جمع ما هستند سلام و عرض ادب دارم. امید است که تا اخیر برنامه ان شاء الله همه ما در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی باشیم. سلامت باشین عزیزان و مهمانان و اساتید گرامی که در این برنامه از برنامه‌های بازسازی اندیشه خدمت ما بیننده های عزیز و گرامی هستید. بیننده های عزیز و گرامی، همانگونه که عرض شد با دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه خدمت شما بزرگواران هستیم تا بار دیگر غبار شبهات را از اندیشه اسلامی بزداییم. در این برنامه پیرامون حکمت از تشریع قوانین کیفری یا قوانین جزایی اسلام خدمت شما هستیم که البته اصطلاح شرعی آن همانا حدود اسلامی است. جناب دکتر بحث را از طرف شما چون سمت راستم قرار دارید آغاز میکنیم و میخوایم در ابتدا اگر فقط یک تعریف مختصر هم از وقت حدود میگیم چون اصطلاح شرعی است اگر داشته باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. در حقیقت حدود وقتی که ما در قوانین کیفری اسلامی و مثلا واژه حدود رو به کار میبریم، حدود همون مرزبندی هاست. مرزبندی هایی که به اصطلاح گذاشته میشه برای اصلاح یک جامعه. خب برای این مرزبندی ها خب قانون کیفری اسلامی یا حدود این در مجموع حجم زیادی رو از قوانین اسلامی نداره و نه در سردفتر قوانین اسلامی هست و نه هم زیاد به اصطلاح چشمگیر هست در قوانین اسلامی. منظومه قوانین اسلامی همه جوانب زندگی رو در بر میگیره، زندگی فردی و زندگی خانواده و جامعه کوچیک و زندگی یک کشور و حکومتداری و در سطح جهانی. یک منظومه بزرگی از قوانین اسلامی هست که در بین اینها قوانین کیفری 1% بسیار بسیار کمی رو داره و این هم در راستای همون اصلاح و ساختن جامعه است. یعنی قوانین کیفری اسلامی ویژگی های خاصی داره و از جمله به اصطلاح اهدافی که وضع شده اهداف تربیتی و سلوکی هست، نه اهداف مثلا انتقام گرفتن یا حتی مثلا اصلاح یک اشتباهی که صورت گرفتیم. این هم به اصطلاح اصل هدف نیست. هدف حتی اجراش، در اجراش میبینیم که خودش کیفر هست، یک قانون عقوبت هست، یک سزا هست. با وجود این که سزا هست و سزا خب قاعدتاً چون که سزا هست یک بازخواست هست، یک شدت و حدتی باش توش باشه. با وجود این میبینیم که همون شدت و همون حدت در کنار چی هست؟ در کنار رحمت هست، در کنار رأفت هست، در کنار لطف هست. بله، شیوه اجراش، شیوه به اصطلاح تقدیمش. برای همین ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که قوانین کیفری اسلامی در منظومه قوانین کیفری یا قوانین اجرایی جهان به عنوان یه معجزه میتونه مطرح باشه. به این معنا وقتی ما میگیم معجزه یعنی چیزی که همه از تقدیم و پیشنهاد کردن نمونه مماثل اون ناتوان موندن. وقتی ما بیاییم هر یکی از قوانین کیفری اسلامی رو بیاییم در سطح جهانی، حالا گذشته ها میگیم که خب گذشته اروپا و نمیدونم کشورهای دیگه در یک جهالت بود، اصلا حقوق انسان در اصطلاح به اصطلاح حقوق بشر و این در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم و 1940 به بعد مطرح شد. با این وجود همین امروزی که به اصطلاح جهان غرب چقدر پیشرفت کرده، نمیدونم خیلی از قوانین اسلامی داخل پرانتز قوانین اسلامی اصلا منتقل شد بعد از حمله فرانسه به مصر و به جهان اسلام. ناپلئون بناپارت خیلی از قوانین حقوقی و قوانین احوال شخصی اسلامی رو حتی یعنی قوانین وضعی امروزی که در جهان در کشورهای مختلف مورد اجرا قرار گرفته میشه و اصلش میگن برمیگرده به فرانسه، این همان قوانین اسلامی است که از اسلام گرفتن یا به تعبیر دیگر از اسلام دزدیدن و به خودشان منسوب کردن؟ نه، ما نمیگیم که از اسلام دزدیدن. به هر حال عقل بشری از یکدیگه استفاده میکنه. غرب در یک تنگنا قرار داشت، فرار کرد از یک وحشتی که مذهب در اونجا ساخته بود. مذهب غربی، دیانت‌های مسیحی که تحریف شده بود اونجا، یک کابوس بود برای بشریت و غرب تونست این کابوس رو بشکنه. عقل غربی تونست خودش رو از اون چارچوبی که و اون زنجیری که کلیسا براش گذاشته بود خودش رو آزاد کنه. وقتی که خودش رو آزاد کرد برای اجراء به اصطلاح مدیریت جامعه نیاز به یک قوانین داشت. حالا چیکار میکرد؟ خیلی از قوانین خب ما در به اصطلاح فقه اسلامی قوانین مشخص شده به همه چیز برای خودمون داشتیم، تعریف شده و تعریف شده شده و وقتی که غرب اومد به این منطقه چه به اصطلاح
از اندلس و از اسپانیا که اونجا استفاده هایی بردند برای روشنگری خودشون، و چه از جهان اسلام که به اصطلاح بسیاری از فقه امام مالک در بسیاری از کشورهای غربی حاکم هست. بیشتر از این ما کشورهایی رو داریم که تا الان قانون زکات اسلامی، یعنی اونجا به اصطلاح مالیات باید میگفتن، تکس، قانون تکس یا مالیات، تا الان حتی در زبان خودشون بهش الان زکات میگن. حتی واژه زکات به همون صورتی که از فقه اسلامی گرفته اونجا رایج است. رایج است. خب جناب دکتر اگر اجازه بدین شما به چند نقطه از ویژگی های قانون کیفری اسلام اشاره کردین. جناب استاد فاتح، هدف کلی و حکمت کلی تشریع قوانین جزایی یا قوانین کیفری اسلامی چیست؟ حقیقتا در مورد این سوال که به صورت کل خواسته باشین ویژگی های کلی یا خصوصیات کلی این موضوع را مطرح بکنین، ما نیاز داریم قبل از آن یک موضوع دیگر را بفهمیم، اگرچه جناب دکتر بعضی از موضوعات را اشاره کردند، و اینه که معیار تشریع اسلامی بر 5 چیز، بر 5 ضرورت میچرخه. معیار کلی شریعت اسلامی و تشریع اسلامی بر 5 چیز میچرخه، یا اینها رو به نام ضروریات 5گانه میگن که بسیار مهمه که اسلام به اینها تأکید داره، که میشه گفت که قوانین کیفری اسلام هم وقتی که ما میخواین حکمت‌های او رو مطرح بکنین مجبوریم که به یک از اینها بازگشت بکنیم، مجبوریم که یک از اینها رو توضیح بدیم تا او که اون موضوع واضح بشه و آشکار بشه. یکی از اینها از ضروریات 5گانه حفظ دینه. دین اسلام و دیگر ادیان، تنها دین اسلام نیست بلکه ادیان دیگر هم، ادیان سماوی، به این موضوع اشاره دارن، به حفظ دین، که چگونه دین حفظ بشه، چگونه دین حفظ بشه. موضوع دوم حفظ جانه. این هم یکی از ضروریات 5گانیه که چگونه حفظ جان بشه. خب راههای مختلفی داره که تشریع اسلامی آمده اینها رو مطرح کرده، چی حالت سلبی باشه چی حالت وجودی باشه، به هر کدام اینها اشاره کرده، به جهات مختلف فقه اسلامی اینها رو توضیح داده. و همچنین حفظ نسل. وقتی ما خواسته باشیم مثلا وقتی حدود در اسلام آمده به عنوان یک تشریع و به عنوان یک قانون، این را به رسمیت شناخته که باید حدی در او باشه یا غیر از حد حتی تعزیری باشه، وقتی اسلام آمده اینها را مطرح کرده، در بعضی از این موارد میبینیم که موضوع حفظ نسله، همچنان که حفظ دین بود، همچنان که حفظ جان بود، حفظ نسل هم هست. و حفظ مال، چهارمین موضوع یا چهارمین ضرورت که در تشریع اسلامی مهمه، حفظ مال انسانه، که چگونه مال انسان حفظ بشه، که این هم چی حالت وجودی داشته باشه چی حالت سلبی داشته باشه، در هر صورت باید حفظ مال بشه، چی حق دیگران را بخوره چی از او دزدی بشه، در هر صورت اینها جلوگیری میشه. و موضوع دیگه حفظ عقل، این هم یکی از ضروریات 5گانیه. وقتی که ما این موضوعات را فهمیدیم، در واقع اهمیت و ویژگی حدود اسلامی برای ما واضح میشه که هر کدام از اینها خواسته باشیم ما مورد بررسی قرار بدین، برمیگرده به این 5 تا که اسلام آمده برای حفظ این 5 تا که در واقع در تمام ادیان سماوی این وجود داشته و وجود داره، حتی تا الان هم وجود داره. یعنی حفظ ضروریات 5 یا اما ضروریات 5گانه از طرف تمامی ادیان تایید شده، مورد تایید قرار گرفته و هدف از و حکمت و فلسفه، یکی از حکمت ها و فلسفه تشریع احکام حدود اسلام یا قوانین کیفری هم حفظ همین ضروریات 5 است. کاملا درسته. خب جناب دکتر، چرا میخواستم از شما بپرسم که چرا وقت شما گفتین که ما اجرای حدود یا قوانین کیفری اسلام جزء از منظومه کلی اسلام تشکیل میده، اما امروز غوغا برپا شده که بیشتر این جنبه بزرگنمایی شده که در اسلام قتل است، در اسلام قساوت است، در اسلام سنگدلی است، اسلام دین خشونت است بالاخره، که ما در برنامه‌های گذشته هم پیرامون از این صحبت‌هایی داشتیم. این شبهات از طرف کی و چرا مطرح میشه؟ این شبهات بیشتر از طرف قورباغه اصفهان. توضیح بدین جناب. قورباغه اصفهان یک حکایت خیلی زیبایی داره.
میگن که تو اصفهان یه چایی بود، یه قورباغه تو همین چاه متولد شده بود، تو همین چاه زندگی میکرد. تنها همین چاه رو میدونست، پایین چاه و آب، بالا آسمون. فکر میکرد که همه به اصطلاح زندگی همین است، دنیا همینه. الان یه قورباغه از بالا یه روزی بادی اون وزید، یه قورباغه بیچاره همینطور میپری به اصطلاح جست و خیز میزد، افتاد تو این چاه. وقتی تو چاه افتاد، بالا رو نگاه کرد، دید که راه فراری نیست. از یک دنیای بزرگ اومده بود، افتاده بود تو یک سوراخ. الان داشت دیوونه میشد، گریه میکرد. اون قورباغه‌ای که داخل چاه بود، اون فکر کرد که خب این بنده خدا فکر میکنه که غریبه است تو این دنیای بزرگی که من دارم، من دلداریش بدم. یک جستی زد و گفت که شما مهمان نیستید، شما صاحبخونه اید، این مساحت از شما. خب فکر میکرد که خیلی مساحت بزرگی رو بخشیده به اون. بله. بعد تازه اون قورباغه متوجه شد که باید با عقل این قورباغه‌ای که دنیا رو ندیده و فکر میکنه این چاه همه دنیاست باید بسازه، چطور با این بتونه زندگی کنه. باز بیشتر زد زیر گریه. اینجا بود که اون قورباغه احساس کرد که نه، این بنده خدا خیلی احساس غربت میکنه. گفت آقا همه دنیا مال تو، همه این دنیایی که من هستم مال تو، من مهمان تو. باز بیشتر دیوونه میشد. این بیانگر چه هست؟ بیانگر عقل یک کافر که توی یک قورباغه اصفهان داخل چاه زندگی میکنه و عقل و اندیشه یک مسلمانی که از یک دنیا و یک دنیا شناسی بزرگ میاد. دیدگاه یک انسان کافر دیدگاه اون چیز محسوسات هست، اون چیزی که لمس میکنه، اون چیزی که میبینه و اون میدان اون بینش ما، میدان اون به اصطلاح محسوساتی به همون چاه اصفهان است. دیدگاه یک مؤمن یک دیدگاه فرا تاریخی است. از آدم شروع میشه تا روز قیامت. دنیا رو داره، آخرت رو داره، محسوسات رو داره، غیبیت رو داره. خودش رو در یک کاروان بزرگ بشری احساس میکنه. اینجاست که ما میبینیم وقتی که اون به اصطلاح کسی میاد از جهان غرب بر ما خورده میگیره در قوانین کیفری ما، خب این بنده خدا همون قورباغه اصفهان است، مشکل داره. یک قسمتی از شبهات از اینجا میاد. فکر نمیکنین جناب دکتر که خودش نوعی از بزرگبینی است و مردود رد جانب مقابل است، یعنی که شما هیچ چیز ندارید؟ این واقعیتی هست. واقعیت اینجاست که آقا وقتی که طرف میاد میگه که مثلا این قانون کیفری چرا وضع شده، این منظومه زندگی بشر، منظومه مدیریت یک جامعه رو درک نکرده. خب پس سوال جناب دکتر خیلی ساده است استاد سرکار. شما یک انسانی رو دیدید چاقو دستش هست و شکم یک انسان دیگه رو پاره کرد، این چه تصویری هست؟ تصویر خشن، تصویری از خشونت، تصویری بسیار زشت، بسیار چی. و این رو من به چشم خودم دیدم که یا آقایی چاقو برداشت و زد توی بسیار قفسه سینه برادرم. من این رو با چشم خودم دیدم، فقط دیدم که خون فواره کرد. وقتی که خون فواره کرد همه جا رو گرفت، من خوشحال شدم و از این آقایی که چاقو رو هم زده بود تشکر کردم. این آقا کی بود؟ این آقا پزشک بود. وقتی که مثلا برادرم یک حادثه‌ای براش پیش اومده بود، خون در ششاش جمع شده بود، نفسش تنگ گرفته بود، یک پزشک بسیار ماهر و ورزیده‌ای سر رسید، دید که الان فرصتی این نیست که ما این بیمار رو ببریم تو اتاق عمل. همونجا پرسید آقا کی خنجری چاقویی دستش هست؟ یه جوونه که کج‌طبیلی بود خنجر کشید، گفت بده من. خنجر رو گرفت زد توی چی؟ تصویر رو وقتی ما از این زاویه نگاه می‌کنیم یک تصویر بسیار بشع، زشت، خطرناک، وحشیانه است. اما وقتی که تصویر رو می‌بریم دورتر و واقعیت رو تمام و کمالش می‌بینیم که نه، این واقعاً یک خدمت بسیار بزرگی کرد که تا امروز ما مدیون احسانش هستیم. وقتی که شما میایید از این دیدگاه نگاه میکنید خیلی بده، بله، که شما میایید یک انسان رو میکشید، یک انسان رو دستش رو قطع میکنید، خیلی تصویر بدی هست. اما این تصویر رو وقتی میایید میبینید که این چرا قطع شد و فایده این چی هست، هم برای اون شخص هم برای جامعه. اسلام میاد از دو دیدگاه و از دو
به حساب بینش نگاه میکنه، هم فرد رو در نظر داره هم جامعه رو در نظر داره. شما وقتی که اومدید فرد رو تنهایی گرفتید، میشید همون حکایت رو به اصطلاح کورایی که به اصطلاح فیل رو با مولوی بردشون پیش فیل در مثنوی، چند تا کور رو که آقا فیل رو وصف کنین، طرف اومد گفت آقا فیل مثل ستون مسجد هست، اون دیگه اومد که فیل مثل تلمبه است یا شلنگ است، اون دیگه آقا فیل شلاقی است، اون دیگه آقا فیل پنکه است. هر کسی دستش به کجا خورد اون رو وصف کرد. در واقع اسلام رو به عنوان کمال و شمال و اون زیباییش نتونست ببینید. جناب دکتر، اما ما در عصر زندگی میکنیم که البته عصر پیشرفت در عرصه‌های مختلف فناوری و در عرصه‌های مختلف زندگی است. وقتی فرد میبینه که شما این ادعا میکنن که ما قوانین جزایی داریم، ما اسلام داریم و اسلام منظومه کامل است و ابعاد و زوایای مختلف زندگی بشریت را در بر میگیره و برای همه دردها و بیماری ها درمان داره و علاج داره و دارو و دوایی داره، اما وقتی در واقع میبینیم چرا شما اینقدر بدبخت هستین؟ چرا اینقدر پس مانده هستین؟ چرا اینقدر عقب مانده هستین با وجود این قوانین کیفری مثالی که داریم؟ این سوال مطرح میشه. بسیار سوال به اصطلاح بی‌جایی هست. ما در این به اصطلاح عقب ماندگی قرار گرفتیم. کشورهای ما در این عقب ماندگی که قرار گرفتن به خاطر دوری از اون برنامه زندگی که خداوند برای ما قرار داده. غرب پیشرفت کرد به خاطر اعتماد بر عقلش و دوری از اون مذهب و دین پوسیده قرون وسطاییش که برنامه برای زندگی نداشت. ما عقب گرفتیم به خاطر اینی که ما عقل رو رها کردیم. اون عقلی که معیار پیشرفتش معیارش همین برنامه زندگی ما بود. خب همین عقلی که میگن جناب دکتر، امروز کیفرها و حدودی که در اسلام، همین کیفرهای جزایی وقتی حدود میگیم، البته اصطلاح شرعی حدود اسلامی، این حدود اسلامی با عقل امروزی، با پیشرفت امروزی، با نوآوری و ابداع امروزی میگن هیچ منسجم و هماهنگ نیست، قابل قبول نیست، هیچ سازگاری نداره میگن با عصر امروز. با وجود این شما میین تأکید میکنیم که نه، باید دست سارق، دست دزد قطع شود، باید وقتی کسی مرتکب زنا میشه باید حد بالش جاری شه. و چرا؟ این ایراد چی هست؟ قورباغه اصفهان. ایراد عقل نیست. عقل چی میگه؟ عقل بر مبنای پژوهش‌های علمی حرف میزنه. کدام پژوهش علمی؟ بیایید در اجرای قوانین ما در دنیا یک اجرای تقریبا کلی داریم. طرف فکر میکنه چون که رسانه و غرب برای رسیدن به اهداف مشخص بله. و همراه با اونها افرادی که میان افکار غربی رو نشخوار میکنن در خود جهان اسلام. چرا؟ چون که به اصطلاح ظرفیتشون، فهمشون، برداشتشون از دین هیچی نبود. رفتن دین رو نمیدونست، رفت در غرب یک کرم شبتابی دید، اومد که تو غرب روشنایی هست. خورشید پیش خودش بود، از خورشید خودش غافل بود. خب این اون به اصطلاح افرادی هستند که تو جامعه ما هستند. اما خود به اصطلاح قوانین کیفری در مثلا فکر میکنند که اگر قانون کیفری اجرا بشه جامعه پر میشه از افرادی که دست ندارن، جامعه پر میشه از جمجمه های انسان هایی که کشته شدن. اما واقعیت چی هست؟ واقعیت آقا در ظرف 400 سال در تاریخ اسلام ما فقط 6 تا دست داشتیم قطع شد. ما یک دست رو قطع میکنیم تا یک جامعه و صدها دست دیگر رو حفظ کنیم. الان در مثلا عربستان سعودی شما میرید آدمای معلول نمیبینید، در حالی که قانون کیفری اجرا میشه. پس بر کی اجرا میشه؟ وقتی که یه بار یه قانون اجرا شد، قانون کیفری در واقع یک تهدید هست، یک تهدید عملی. بله. یک ترساندن هست. اجرا نیست، چون که فضای اجرا براش به وجود نمیاد. یک بار شما اجرا میکنید
جامعه عبرت میگیره. در مقابل در برخی از کشورها اومدن تا حدودی برخی از قوانین کیفری رو به شیوهی که در اسلام هست اجرا کردن. مثلا در آمریکا، در انگلستان هنوز مثلا ضرب شلاق زدن برای برخی از به اصطلاح جنایت ها و جرم ها اجرا میشه. اجرای این باعث شده که چی؟ درصد به اصطلاح این جنایت پایین بیاد. الان بیایم مقارنه ای کنیم بین مثلا برخی از کشورهای دنیا در آمار جنایت. میبینیم که در بین هر 1000 شخص در استرالیا 75% جنایت ما داریم. در کانادا 75% جنایت داریم. این حرف عقلی، بر مبنای منطق، بر مبنای آمار میاد حرف عقل. حرف عقل حرف اونی نیست که به صورت انسان قورباغه اصفهان واری که هیچی به بارش نیست بیاد حرف بزنه. در ایتالیا ما 21% جنایت در هر 1000 نفر داریم. در فرانسه 33% داریم. در اسپانیا 78% داریم. در آلمان 42% داریم. در حالی که در سعودی مثلا عربستان سعودی 3% داریم در هر 1000. وقتی میای حرف از 3% در 1000 میزنی و وقتی میای به 75% در به اصطلاح کشورهای استرالیا و کانادا میزنی، اون وقت میفهمی که حرف یعنی چی. وقتی میایی در خود به اصطلاح آمریکا روی این حرف میزنی، خود آمریکایی‌ها موندن که آقا این هزینه یک زندانی در یک سال $35,000 است. $35,000 یک زندانی باید بهش نان داد، غذا داد که چی؟ که فردا برگرده 94% از افرادی که از زندان در آمریکا میان بیرون مرتکب جنایت‌های سخت‌تر و بدتر از جنایت اولیشون میشن. خب جناب دکتر اگر اجازه بدین، یکی از کیفرها و مجازاتی که قانون شرعی یا شریعت اسلامی مقرر داشته تطبیق مجازات ارتداد است. جناب استاد عبدالرحمن فاتح اگر باید داشته باشین، ما در برنامه گذشته بیننده سوال کرد، بیننده پرسید که ما حالا به سن تکلیف رسیدیم، به سن بلوغ رسیدیم، حق از باطل تشخیص داده میتونم، حالا بعد از پژوهش و بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدم که من دین اسلام برای من دین مناسب نیست، من دین ما تغییر میتونم، دین ما تغییر میتونم. چرا باز هم شما برخلاف مبدعی که اسلام مقرر داشته لا اکراه فی الدین، باز هم بر این اشخاص، این گونه اشخاص حکم ارتداد را جاری میکنین؟ آیا میتونه که دینش تغییر بده؟ حقیقتا جناب استاد سوال بسیار مشکلیه که انسان از زاویه های مختلف این مورد بررسی قرار بده. چون این سوالی بود که در برنامه گذشته مطرح شد، البته به نسبت ضیقی وقت ما نتونستیم پاسخ ارائه بکنیم. وقت نبودی وقت. بله. اول برمیگردیم به این حکم ارتداد و ای که حکم ارتداد در اسلام وجود داره، در حتی اشاراتی از آیات قرآن کریم، صراحت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع علمای اسلام، در این شک و تردیدی وجود نداره که حکم ارتداد وجود داره. شخصی که از دین خود میگرده به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم باید کشته بشه. و این مخالف مبدأ لا اکراه فی الدین نیست؟ هیچ نوع مخالفتی نداره. درسته. آیه قرآن کریم الله متعال میگه لا اکراه فی الدین، آیه 256 سوره مبارکه بقره میگه لا اکراه فی الدین. این حرف کاملا بجا. اما شخصی که جناب استاد، شخصی میایه در یک کشور میره، با عنوان مثال در یک کشور میره و تابعیت کشور قبول میکنه، قوانین او کشور را قبول میکنه، بعد از آن که قوانین کشور قبول کرد، تابعیت کشور قبول کرد، اگر بر علیه او شورش بکنه، با او چی میکنن؟ مهمان میکنن به خانه خود؟ خب این برای قضا میدن؟ نه، خب با او برخورد میکنن. یعنی چرا شورش تعبیر میکنن؟ شورشه به خاطر که اسلام به عنوان یک قانون سیاسیه. خب میگم ما طبق دستور اسلام حالا به این نتیجه رسیدیم که دین به صلاح من نیست. خب اون البته در این مورد که شخصی که مثلا مرتد میشه، اسلام هم نگفته جا در جا در همان لحظه او رو بکشین. حتی فقهای اسلام میگن 3 روز برای او وقت بدن و او بحث و گفتگو بشه، شبهاتی که در ذهن هست دور بشه، چون اسلام چیزی نگذاشته، همه چیز را جواب میده.
و شما میدانید که اکثرا افرادی که امروز مرتد میشن از اسلام چیزی آگاه نیستند. من با اکثر اینها جناب استاد بحث کردم، گفتگو کردم، حتی در مورد مسائل ابتدای اسلام چیزی خبر ندارن. و یک کمونیست روزی بحث میکردم، شما باور کنین که از ابتدا، از کلمات ابتدای اسلام، الفبای اسلام خبر نداشت. خب رفته مرتد شده، این نه چیزی از اسلام میدانه و نوع شورشی به علیه جامعه اسلامی و مجتمع اسلامی و به علیه قوانین اسلامی هست. ارتداد در واقع نوعی شورش بر علیه نظام اسلامی و قانون اسلامی هست. به این اساس که این نوعی مخالفت با لا اکراه فی الدین نداره. لا اکراه فی الدین در صورتی که شخصی کافر باشه، اسلام کسی حق نداره که او رو به زور بگه بیا تو مسلمان بشو. خلاص به دین خود هست که به کسی هم کار نداره، به دین مسلمان ها هم کار نداره، کسی هم به او کار نداره که تو بیا حتما مسلمان بشو. و ما میبینیم دقیقاً در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، خلفای راشدین، در زمانی که اسلام واقعاً به اوج خود بوده، هیچ کسی به هر حال مجبور نکرده که تو بیا مسلمان بشو یا اکراه کرده باشه که تو بیا مسلمان بشو. اما مادامی که می قانون اسلامی قبول میکنه، بعد از قانون اسلامی تخطی میکنه و خارج میشه از دایره اسلام، از حدود اسلام خارج میشه، که توسط این کار خود در واقع به مجتمع اسلامی و اجتماع اسلامی ضربه وارد میکنه، ضربه فکری. سزایش اینه که باید این انسان به عنوان یک ویروسی که حالا در داخل جامعه به وجود آمده، یک میکروبی که داخل جامعه اسلامی به وجود آمده، نیازه که یک آنتی ویروس قوی بزنن که باعث برای بشه که فکر کسایی که ویروس در داخل فکر اونها جای گرفته پاک بشه. آیا تفاوت داره کسی که مثلا سنش 20 است، 25 است، 30 است، 40 است، با کسی که تازه به سن تکلیف میرسه، سن بلوغ، سن تکلیف شرعی میرسه؟ کسی مثلا تازه امروز به سن بلوغ رسیده، تشخیص داده که این دین در صلاحش نیست، خارج میشه از دین. آیا حکم ای با حکم کسی که مثلا 30 ساله است، 40 ساله است، سنش بالاست تفاوت داره؟ با از او دلیل خواسته میشه. اگر قبلا مسلمان بوده، پدر و مادر مسلمانن، مثل که برخوردی که با او شخص دیگه میشه، از او تقاضای دلیل میشه که تو چرا این دین ترک میکنی؟ چون احیانا شخص تابع پدر و مادر خو هست. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میگن که شخص تابع پدر و مادر خود هست و پدر و مادرن که او یهودی میکنن یا نصرانی میکنن. بعد اساس از این بعضی از فقها میگن این مسئله فقهی هست که شخصی که به محض ای که مثلا به سن بلوغت رسیده، به محض ای که به سن بلوغت رسیده، دین خود تغییر میده، آیا حکم ارتداد بر او میشه یا نمیشه؟ بله. ولی اگر حکم ارتداد هم که نشه، باید مورد سوال قرار بگیره که نوعی اغتشاش در داخل جامعه اسلامی به وجود نیایه و علت باید از او پرسان بشه که تو چرا دین تغییر میدی؟ آیا تحقیق کردی، بعد از تحقیقات به این درجه رسیدی که باید دین پدر و آبا و اجداد خود ترک بکنی، یا این که کدام علت دیگری داره؟ این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره که ربط میگیره به قضات و ربط میگیره به فقهای اسلامی. خب به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی، یک میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و انشاءالله پس از دیدن این میان برنامه موضوع این هفته برنامه را دنبال خواهیم کرد. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. برای هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن سزاوار نیست، شایسته نیست، درست نیست که اگر خدا و پیغمبر خدا فرمانی بدهند، حکمی بکنن
بیان از دل بخواهی خودشون یه رأی و نظر دیگه انتخاب بکنن. مؤمن حق نداره، چه مرد باشه و چه زن، اگر در برابر امر و فرمان و حکم الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتیم، مؤمن نمیتونه بگه درسته خدا اینو گفته، پیغمبرم گفته، ولی نظر من این میگه نخیر. اگر مؤمنه دیگه نظر من، عقل من، فکر من، راه من، عمل من، قضاوت من اینا معنا نداره. این دیگه تسلیم نیست. تسلیم در برابر خدا و پیغمبر خدا به صورت مطلق. این جزء کرامت است، جزء شرفه که انسان از همه چیزش بگذاره در برابر خدا. چون خدا اگر من و تو عقل داریم، نظر داریم، نظر من و شما و عقل من و شما قطره ای از اون بخشش الهی خدا بهمون داده. خداوند خالق من و شما و عقل من و شماست. اونی که این عقل رو بهمون داده بهتر از من و تو قطعا میدونه و میفهمه. عقلمون رو به کار ببندیم، استفاده بکنیم از عقلمون، اما با توجه به آیات قرآنی و سنت پیغمبر علیه السلام. و هر کسی خلاف و عصیان خدا و پیغمبر بکند در یک گمراهی آشکاری است. یعنی کاملا طرف گمراه اگر خلاف و عصیان خدا و پیغمبر بکنه علیه السلام. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمت شما هستیم. بینندگان گرامی، قبل از دیدن میان برنامه، مهمانان گرامی این برنامه در ارتباط و حکمت و فلسفه تشریع قوانین کیفری اسلام صحبت می کردند و همچنین چرا این شبهات مطرح میشه و از طرف که مطرح میشه صحبت های شد. اما حالا میریم به سراغ یکی از شبهاتی که در پیوند به کیفر قصاص یا مجازات قصاص مطرح میشه. البته دائما این شبهه مطرح میشه که مجازات شرعی آمیخته با قسوت و سنگدلی و همجیت است و متناسب با روح عصر کنونی که عصر انسانیت و آدمیت و بالاخره حمایت از حقوق بشر است، متناسب نیست با عصر. و قصاص یا کشتن نفس در مقابل نفس میگن جزای خیلی سنگین است که در این مجازات
مسائل جنبه‌های شخصیتی یا شرایط شخص قاتل و انگیزه هایی که وی را وادار به قتل طرف دیگر کرده مد نظر گرفته نشده و رعایت نشده و همچنین گفته میشه که اختیار قصاص را به ورثه مقتول دادن که اونها میتونن قاتل بکشن نوع از انتقام جویی و تحریک جنبه انتقامی است. جناب دکتر شما چی میگین در ارتباط؟ اولا اینی که شما فرمودید که به اصطلاح این مناسب با عصر نوین یا عصر انسان دوستی نیست. این حرف کاملا پوچ و بی اساسی است که وقتی ما میگیم که عصر چه این عصر قانون 20 عصر مثلا قرن 21. بله. قرن 21 همون قرنی هست که 1.5 میلیون انسان در یک شهری به نام غزه به اسارت گرفته میشن، نون برای خوردن، آب برای آشامیدن، دوا برای درمان ندارن. همین عصر داره نظاره میکنه. 300,000 انسان، کودک، فرزند، بزرگ، کوچیک زنده دارن تو آتیش در سوریه میسوزن. همین عصر و همین روشنگران دارن تماشا میکنن. بمب میزنه، فدافند هوایی آمریکایی میاد میزنه در قندوز افغانستان، میاد یک بیمارستان رو، بیمارایی که روی تخت افتادن در حال مرگ هستن، اینها رو زنده به گور زنده میسوزونه. به نمیدونم برنامه‌های ازدواج نمیدونم مردم حمله هوایی میکنه. این عصر نظاره‌گر هست. جناب دکتر اونا اعتراف هم میکنن که ما اشتباه کردیم. اعتراف هم میکنن. اعتراف اگر میکردن که اشتباه میکردن الان این حصاری که در غزه هست این رو برمی‌داشتن. خب غزه رو جنگ میدانن، میگن جانب مقابل علیه ما میجنگه. علیه کی میجنگه؟ مثلا افرادی که در غزه هستند علیه اسرائیل میجنگن. این است که کسی که بیاد یک حرفی یک حماقتی بکنه بعد رو پوش بذاره، این رو به اصطلاح هر کسی میتونه حماقت خودش رو تعبیر کنه. اما در مورد قصاص، در مورد قصاص قرآن کریم وقتی میگه ولکم فی القصاص حیات، در قصاص برای شما زندگی است یا اولی الالباب ای عاقلان. بالاتر از قصاص چی رو قصاص قرار میده؟ عفو رو قرار میده. فمن عفی عن اخی. خب الان بیاییم عقلا آقا ما قصاص رو اجرا نکنیم، چی در مقابلش اجرا کنیم؟ میگه آقا بنزون زندان. خب میندازیم زندان. بله. الان بیایید با هم نگاه کنیم. یه آدمی هست فقیر، بله، بیچاره هیچی نداره، میخواد چه کار کنه؟ الان فکر میکنه که من اگر فلان آدم پولدار رو کشتم، پولش رو بالا کشیدم، خب عاقبتش چی میشه؟ فوقش یا من نمیگیرن، خب پولدار میشم، یا من دستگیر میشم میافتم زندان. خب زندان هم که بشه سرپناه دارم، غذا دارم، به اصطلاح درمان دارم، عیش و عشرت میکنم. از این وضعی که من هستم بهتره. من الان سالانه $2 نمیتونم دست بیارم، در آمریکا $35,000 رو من خرج میشه. خب این کار چی کار میکنه؟ یعنی ما با حکم زندان اومدیم یک طیف بسیار بزرگی از جامعه رو تشویق کردیم به آدم کشی، در حالی که با حکم قصاص چیکار کردیم؟ خب چرا جناب دکتر قوانین کیفری اسلامی که در کشورهای اسلامی اجرا میشه امروز متاسفانه در جوامع اسلامی که ادعا میکنن که قوانین کیفری اسلامی دارن، مجازات اسلامی میشه، در اینجا فیصدی و درصد قتل بیشتر از آمریکایی است که در اونجا قوانین دیگری دارن. اولا در جهان سوم اینی که به اسم قوانین کیفری اجرا میشه در اکثر غریب به اتفاق جهان اسلام قوانین کیفری اجرا نمیشه. با این وجود ما در به اصطلاح در اجرا و در مدیریت کشورهای اسلامی چیزی از اسلام نداریم، فقط در برخی از احوال شخصی ما اسلام داریم. در قوانین کیفری در کل در مجموع جهان اسلام ما قوانین اجرا نمیشه و اصلا در قوانین نیست. یعنی به نظر شما اگر اجرا میشد امروز ما شاهد این بدبختی و این مشکلات نمیبودیم؟ اگر اجرا میشد کل قوانین، منظومه قوانین اسلامی اگر اجرا میشد امروز ما سمبل به اصطلاح تاریخ بشر میشدیم. در همون دایره بسیار کوچیکی که ما در قوانین اجرایی داریم
احوال شخصی. ما در قضایای مسائل احوال شخصی، در مسائل اخلاقی خانواده امروز با وجود غزو فکری، با وجود به اصطلاح استعماری که بر ما هست، با وجود حکومت‌های دین سیتیز، ما در دنیا شاخصه هستیم. همین قوانین کیفری. شاخصه چی هستین جناب دکتر؟ شاخصه کشتار، شاخصه قتل. آفرین. ما در مسائل خانوادگی، در قضایای به اصطلاح که ما قوانین احوال شخصی داریم، اما در غیر در بعد خانوادگی هم چی مشکلاتی که نیست؟ در قضایای جنایی. بیاییم آقا، در پژوهش هایی که آقای پروفسور دیباسکش و پروفسور شابزد در بین سالهای 1960 تا 2000 که به اصطلاح قوانین اعدام در آمریکا بود و این قوانین برداشته شد، این پژوهش‌های علمی اومده ثابت کرده که درصد جنایت بالا رفته. بعد به اصطلاح در سال 2009 یک استفتایی شد در آمریکا، 65% از ملت آمریکا بر این باور بودند که باید در مقابل قتل باشه. در مقابل قتل وقتی قتل نیست، وقتی ما میگیم که به اصطلاح آره معلومات دقیق است، همه این معلومات از مراکز پژوهشی خود غرب هست. در همین همه پرسی که شما اشاره کردین به همین همه پرسی در خود غرب هست. حالا بیایید مثلا میگه 70% از جنایتکارانی که در زندان بودن دوباره بعد از جنایت قتل انجام دادن بعد از زندان. چرا؟ قتل میکنه طرف، میره تو زندان میخوابه. تو زندان چی هست؟ زندان اصلا یک دانشگاه به اصطلاح آموزش جنایت هست. 94% از هر 100 نفری که از زندان اومدن مرتکب به اصطلاح جنایت‌های سخت شدن. آقا میگه در کالیفرنیا 11% از درآمد سالانه، 11% از درآمد ملی کشور صرف زندانا میشه، در حالی که 7.5% صرف آموزش پرورش میشه. پس اینا خودشون تو جنجال موندن، یعنی در مشکل موندن، در لجنزاری. این برمیگرده به چی؟ به بینش اسلام از زندگی و بینش غرب. اسلام زندگی رو تقدس میده و مرگ یک انسان رو مقابل کشتار همه بشریت قرار میده، در حالی که غرب میاد همین مرگ رو مدیریت میکنه، میاد ترویج میده. آقا بیاد سقط جنین آزاد. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که از هر 100 فرزند 26 تا سقط میشن، 26 تا مادرها میکشن. نه این میاد در غرب آقا آمار خودکشی بالا، اجازه خودکشی میدن، هیچ مراکزی درست میکنن برای خودکشی. در همین غرب میان چیکار میکنن؟ میان آقا یک چیزی رو معرفی میکنن در بلژیک، مثلا در هلند، که آقا مرگ مهربانی، که اگر بیمار یکم دردش اومد به پزشک میگه که منو بکش، میگه خب میکشمت، خودت خواستی، به مهربانی، به خاطر دوست داشتن انسانیت. آزادی سیکر، نه آزادی فردی است. این رو میگن نهایت حماقت. چه آزادی فردی؟ خب اون به اسلام، این در تشریع اسلامی ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه است، اما طرف مقابل به اسلام پایبند نیست. به اسلام پایبند نیست. انسان هست یا نه؟ خودش رو خلق کرده تا خودش رو بکشه یا خب میگه من حق دارم، بالاخره من مسلمان نیستم. مسلمان نباشه، عقل داره یا نه؟ عقل داره یا نه؟ بله. شما در وقتی که به اصطلاح یک انسان هست، انسان در یک کانون قرار داره. یک فرد نیست. یک فرد پدر است برای یک مجموعه از فرزندان، یک فرد عمو است برای یک به اصطلاح جامعه. هر کسی حق نداره خودش نیست، یعنی جسمش که حق خودش نیست. این جامعه‌ای که تو رو بار آورده، این جامعه‌ای که هزینه کرده تا تو رو ساخته، که بری خودت رو بکشی. خب جناب دکتر اگر اجازه بدین، من فقط از کارگردان عزیز احمد جان تقاضا میکنم که تلفن برنامه را زیرنویس کنند تا اگر بیننده های عزیز و گرامی مشارکت، پرسش، انتقاد هر چه که دارند مطرح بکنن. خب جناب استاد فاتح، یکی از کیفرهای دیگری که در اسلام یا حدود شرعی حد زناست. این شبهه مطرح میشه که حد زنا را میگن که وقتی در اسلام حد زنا اجرا میشه، یعنی فرد زناکار مورد مجازات قرار میگیره، این را میگن نوع از مداخله و آزادی شخصی،
یعنی دو طرف میاین، دو طرف عاقل بالغ با رضایت خاطر مسائل جنسیشان اشباع میکنن. میگن و چرا شما میین آزادی از اینا را مصادره میکنین و سلب آزادی میکنین و حد را جاری میکنین، علاوه بر اینکه که باعث اذیتشان میشین دیگه مسائل حقوقی انسانی و آدمیتی از اونا را هم نادیده میگیرین؟ در مورد این موضوع جناب استاد اولا باید بدانید که یا مسئله حدود یا حدی که بر شخص زناکار یا زانی یا زانیه جاری میشه چی هست. خب میدانین که در مورد اشخاصی که مجرد باشن خب واضحه، چی زن که مجرد باشه یا مرد مجرد باشه حکم او جدا از رجمه. حکم او جدا از رجمه که در ملأ عام شلاق میخوره، تازیانه میخوره. اما در مورد شخصی که زنی که شوهر داره یا مردی که زن داره، در مورد آنها حکم رجمه، یعنی سنگسار. بله. که در آیات قرآن کریم اشارتاً به آنها اشاره شده در آیات قرآن کریم و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابته و رسول الله علیه و سلم شخصاً رجم کردن و صحابه رضوان الله علیهم اجمعین بعد از آنها رجم کردن. اما همه این رجم ها شاید از تعداد انگشتای دست ها هم بالا نره، بسیار اندک. علتش هم اینه که یکی از حکمت هایی که در این حد وجود داره اینه که دیگرها جرأت بر هم چون عمل نمی کنند. و از جهت دیگر اگر یادتان باشه ما از ضروریات پنجگانه که حفظ نسل بیان کردیم، گفتیم چی حالت وجودی داشته باشه چی حالت سلبی داشته باشه. اسلام از یک جهت میه به مسئله نکاح یا مسئله ازدواج تأکید میکنه و از جهت دیگر ما را از این که به ورطه زنا بیفتیم الله متعال یا دین اسلام ما را منع میکنه. وقتی زنا منتشر بشه مسئله ازدواج از بین میره. یک جوان روی میاره به زنا کردن، چی احتیاجی داره به این که ازدواج بکنه؟ و وقتی که ازدواج از بین رفت نسل بشر منقرض میشه، از بین میره. نسل بشر از بین میره وقتی مسئله ازدواج نباشه، فقط مسئله خوشگذرانی باشه و با این زن گذراندن و با اون زن به هر حال یا با اون مرد و یا با این مرد، مسئله نسل بشریت از بین میره دیگه، نسل انسان ها از بین میره. و از جهت دیگر خلطیت اگر هم که اینها از طریق زنا خواسته باشند مثلا حالا ذریه یا نسل به وجود بیارن، اختلاط در نسل به وجود میایه یا خلطیت در نسل به وجود میایه. و از جهت دیگر امراض گوناگونی که امروز ما میبینیم در مسئله زنا، مثلا امروز امراض گوناگونی که از زنا به وجود آمده و جهان امروز میبینه دیگه، هر انسان عاقلی، هر انسانی که چشم بینا داشته باشه و اندکی عقل خود را از عقل خود کار بگیره میبینه که این امراض گوناگون مثل ایدز و امثال اینها امروز به سر انسانهای در واقع به وجود آمدن اینها، منشأ اینها از مسئله زنا به وجود آمده و این پدیده ایدز از زنا در واقع نشأت کرده. و به هر صورت اگر از هر جهت برین، اسلام به خاطر حفظ جان انسانها و به خاطر حفظ نسل انسانها و نسل بشریت و ذریه بشریت در واقع خواسته که مسئله این احکام را مطرح بکنه تا جلو اینها گرفته بشه. البته این در اسلام نیست، حتی در ادیان دیگر هم وجود داشته، در یهودیت وجود داشته، در مسیحیت وجود داشته و هر دینی که استاد گرامی اگر چون تماس هست ما یک تماس بگیرم بعد انشالله صحبت ادامه بدین. سلام علیکم بیننده گرامی. سلام علیکم. بله بفرمایید برادر گرامی. شما ناظر همتون خسته نباشید، ما از تاجیکستان زنگ میزنیم ان شاءالله. بفرمایید برادر گرامی، در ارتباط با موضوع این برنامه اگر صحبت دارین در خدمت شما هستیم. برنامه درباره دینا گپ زده شما، ما به همکن از گرفته که زنها مردها یک میشند و باز میکند و حافظه میبیارد و دو موقتی کلینه میبرارد و دیگه کرته های اروپا میشناند و الحمدلله تقاضاش هم بسیار هستن، میگه بسیار کس موبت 90% گویدن میکنن همین کارا ما نمیریم، وقتی ما نمیریم شما چی با نمیرین، این مولای و 10 بار حج بر هفتگی شما نمیره تو ده همین حکمش چی باشد؟
شوهردار هست، برادر گرامی از تماستان تشکر. اما گفتم اگر در ارتباط به موضوع برنامه که حدود شرعی یا قوانین جزایی اسلام است اگر صحبت دارین در خدمتتان هستیم. استاد درباره زنا گپ زدن بود استاد فاتح. بله، حدود زنا، این سوال شما سوال تقریبا شرعی، شما میتونین سوالتان در برنامه پرسش و پاسخ یا برنامه فتوا مطرح کنیم برادر گرامی. تشکر از تماس شما. تشکر. سلامت باشید ان شاء الله. خب جناب استاد فاتح، شما میخواستین در ارتباط به حد زنا که جاری میشه، یکی از پرسش هایی که باز هم طرف مقابل میکنه میگه چون فکر حقوقی و فکر کیفری و فکر مجازات در او وقت اونقدر پیشرفت نکرده بود، در صدر اسلام تطبیق میکردن حکم سنگسار و رجم و این مسائل، اما امروز جهان پیشرفت کرده، امروز ما میتونیم که از راههای دیگر مانع زنا بشیم. خب نتوانستند جناب استاد، نتوانستند امروز، نه تنها که نتوانستند جلو زنا رو بگیرن یا حفظ نسل بگیرن که بدتر کردن، خرابتر کردن. امروز شما در کشورهای غربی برین یا کشورهایی که نمیگذارن احکام اسلامی اجرا بشه ببینین چی حالت است. برادر شکایت داره از این که زنها خارج میشن داخل بازار و با میگه که افراد زیادی هم هستن که پیروان دارن. خب اگر جلو این مسائل گرفته بشه، حالا ما بحث حجاب و این بحث آرایش این زن کار نداریم، ولی اگر مسئله زنا مطرح بشه که یک زن بیرون بشه داخل بازار هزارها جوان رو به دنبال خود بکشه، به نظر شما یا خودی از یک مقدمات زنا نیست؟ شکی نیست. خب در شکی نیست که این از جمله مقدمات زنا هست، اما شما میگین که راه دیگری، اصلا اینها هم راه دیگر هم مطرح نکردن. اصلا اینا میخوان که به همین طریق جامعه پیش بره به حالت خوشگذرانی، چون اینها مسئله شهوت و مسئله مال و اینها رو بسیار دوست دارن، میخوان که همین مسئله ادامه پیدا بکنه و به هر ترتیب سوء استفاده بکنه. شما مخالف خوشگذرانی و خوشبختی و سعادت هستین؟ نه خوشبختی و سعادت و مسئله خوشگذرانی بحث جداییه که اگر از راه شرعی اجرا بشه، مثلا میتونه با همسر خود بره ازدواج بکنه، با همسر خود هر نوع خوشگذرانی داشته باشه و اسلام جلوی هم نگرفته، بلکه نوعی صدقه برای حساب میشه. جناب دکتر اگه خیلی کوتاه در ارتباط صحبت دارید. ببینید قضیه زنا در واقع یک تجاوز است، نه به فرد، تجاوز است به یک جامعه. و وقتی که قضیه از حالت فردیش اومد بیرون، اون وقت است که قضیه کیفرخواست مطرح میشه. حضرت امیرالمؤمنین عمر بن خطاب یا آقای رو دید در حال فاحشه، اومدن خب خودش هست، حکم این آقا چی هست؟ طرفی که این رو میبینه رئیس دولت هست، میاد رو منبر میگه که من یک کسی رو در حال فاحشه دید، چه کار باید بکنه؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین بلند شدن گفتن یا امیرالمؤمنین، یا 4 تا گواه میاری یا اینی که شما حد تهمت بر شما جاری میشه. اگر شما اومدید کسی رو متهم کردید، یعنی چی؟ حکایت چی هست؟ حکایت اینجاست که وقتی کیفرخواست مطرح میشه که طرف اومده تمام عرف جامعه، احترام جامعه، هیبت دولت و هیبت جامعه رو زیر پاش قرار داده، به خاطر به اصطلاح رسیدن به شهوتی که باعث چی خواهد شد؟ باعث 1000 تا دشمنی و کینه. این دختر که از آسمون نیفتاد، این دختر یک خانواده است، آبروی ادبی دختر رفت، فامیل زیر سوال رفت، برادرها و خواهرها و نمیدونم خانواده کینه به دل گرفتند و فردا انتقام خواهد گرفت. ما با یک به طرف با یک لغزش یک جامعه رو به اغتشاش کشید. اینجاست که دیگه کیفرخواست مطرح میشه. وقتی که قضیه اینطوری هست، این قضیه به اصطلاح زندگی انسانی هست، زندگی حیوانی نیست. اینجاست که به اصطلاح کیفرخواست معنا پیدا. جناب دکتر اگر اجازه بدین باز ما یک تماس میگیرم. سلام علیکم بیننده گرامی. سلام علیکم، خسته نباشین استاد. خوبی؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید در ارتباط با موضوع برنامه اگر صحبت دارین ابتدا خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ سلام، من سهیل هستم از ارومیه. از ارومیه. بفرمایید برادر گرامی. گفتم استاد اگر یک کسی یه مؤمنی رو به ناحق بکشه یا عمدن بکشه حکمش چیه؟
بعدش هم توبه کنه، مثلا توبه پشیمونی کنه، بگه من توبه کردم، پشیمون شدم از کاری که کردم، ندونستم. آیا این توبهش قبوله که آدمی به ناحق کشته یا نه؟ تشکر بیننده گرامی. سوال شما انشالله در برنامه پاسخ و پرسش و پاسخ مطرح میشه انشالله. خب جناب دکتر برمیگردیم به موضوع. اگر اجازه بدین باز من سوال بعدی که باز هم پیرامون یکی از حدود شرعی یا مجازات کیفرخواست هست مطرح میکنم. یکی از مسائل دیگه که مطرح میشه مسئله نوشیدن مشروبات الکلی یا شرب خمر یا شراب است. در ارتباط این شبهه مطرح میشه که شرب خمر یا نوشیدن شراب یک مسئله شخصی است، برمیگرده مسئله فردی است و طرف مقابل مجازات کردن تخطی و نقض آشکار حقوق فردی شخص محسوب میشه. شما در این باره چی میگید؟ در مورد بحث زنا بعضی از مسائل مان جناب استاد که خوب است که به اونها هم اشاره بشه. خیلی کوتاه. جناب دکتر اشاره کردن به نکته بسیار خوبی که زمانی که این موضوع مسئله زنا فراگیر بشه و این مسئله فراگیر شدن به این معنایه که همان 4 تا شاهدی که جناب استاد اشاره کردن و جناب دکتر اشاره کردن، اسلام هم نیامده که به صورت کلی بگی یالا بکش، یالا بگیر، این بزن، اون رو بزن. به هر کدام آمده یک شرایط و یک حد و حدودی گذاشته. حتی ما قاعده کلی داریم که در فقه اسلامی که درء الحدود بالشبهات، یک قاعده کلیه که حتی توسط شبهات میشه که حدود از بین ببرین، زائل بکنین. و ما داریم در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین و علمای اسلامی که این کار را کردن، انجام دادن. و در این مورد حدیث هم هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر علیه السلام میگن شما شبهات توسط حدود را توسط شبهات از بین ببرین. که یعنی اسلام نمیخواد که به هر حال این حالت به وجود بیایه که یک شخص بیه به شخص دیگه تهمت بزنه یا جامعه کلا به زنا و به این مسائل مبتلا بشه و گرفتار بشه. و من اشاره کردم که نه تنها در دین اسلام بلکه در ادیان دیگه هم هست، به خاطر اینکه ما میبینیم که امروز مسیحی ها در شبکه‌های مسیحی داد میزنن، سر و صدا میکنن که اسلام حکم رجم آمده به رسمیت شناخته، دین مسیحیت یا دین یهودیت دین صلح، دین آرامش، دین و به هر حال تعریف‌های عجیب و غریبی که خود آنها از خود دارن. من میخوام در اینجا یک آیه از تورات برای شما نقل بکنم که دقیقاً ارتباط به همین موضوع میگیره تا اینکه موضوع روشن‌تر بشه و حتی مسیحی هایی که برنامه رو میبینن به این نکته اشاره برن مراجعه بکنن. ما در کتاب تورات داریم که البته تورات هم مورد اعتماد و مورد قبول مسیحی ها هم هست، چون حضرت عیسی علیه السلام در آیات متعددی که در انجیل وجود داره میگه که من نیامدم که تورات را از بین ببرم بلکه آمدم که این را تکمیل بکنم. و امروز کتاب مقدسی که در نزد مسیحی ها هست، یعنی در زمینه آن تورات هم هست. تورات در داخلش هست. همون تورات اصلی است یا تورات تحریف شده؟ همان تورات است که حالا تحریف شده، ولی بعضی از نکات نتوانستن به هر حال تحریف بکنن یا دست آنها نرسیده، یا اینکه امروز شاید شما بگین چرا اجرا نمیشین، به خودشان مربوط میشه. اما چیزی که در کتابشان موجوده، مثلا ما در اینجا در فصل یا در باب تثنیه فصل 22 آیه 22 آمده میگه که اگر مردی در حال ارتکاب الزنا با زن شوهردار دیده شود، هم آن مرد و هم آن زن باید کشته شوند. به این ترتیب شرارت از اسرائیل پاک خواهد شد. که اینها هم به مسئله رجم در واقع اشاره میکنن، اگرچه در آیه بالاتر از آن یعنی آیه 21 به این موضوع اشاره میکنه که اگر زنی حتی دختر باکره مرتکب زنا بشه، این خب ما مسئله زن شوهردار گفتیم، حتی دختر باکره‌ای که مرتکب زنا بشه میگه او هم باید سنگسار بشه. در کجا؟ در پناه؟ نه، در ملأ عام. میگه باید دختر بیارن و مردان شهر او را سنگسار کنن تا بمیرد. مردان شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد. حتی در انجیل ما داریم که حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی و عیسی علیهم السلام هر دو با هم یک زن رجم کردند. هست، وجود داره، آیه‌ای در خود انجیل هست که
حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهم السلام مردی را سنگسار کردند. پس بنابراین هم در تورات هم در انجیل، حالا اگر در انجیل هم که نباشه که گفتیم هست، اگر هم که نباشه شخصی بگه نیست، در تورات خب مورد اعتماد مسیحی ها هست و باید به او اعتماد بکنن. وجود داره آیات فراوان، این یکی از آیات بود. اگر اجازه بدین باز ما یک دو مکالمه را میگیریم، باز برمیگردیم. سلام علیکم بیننده گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. عرض سلام و محبت دارم به استادان گرامی. سلامت باشید. همین رو گفتنی بودم که بسیار موضوع درستی رو انتخاب کردید و درباره موضوع درست صحبت کرده استادید که اگر ما مسلمان ها رو به اسلام نیاریم و از چگونه در آیه قرآن بسیار جاها آمده است که خداوند تا حتی گفته است ولا تقربوا الزنا و زنا نزدیک نشوید، اگر ما این کارهای کفری رو ترک نکنیم، آبروی اسلام، آبروی مسلمان ها، پیشرفت اسلام در این دیده نمی شود. بینید دوستان غربی ها همین قدر مثال شبکه های چی دارن، افلاسی دارن، میخوان مردم رو به فساد برن، لیکن اونها رو خداوند گرفتار یک نمود چه کسلی شدگن که در سالهای سال میلیون ها دلار رصد بکنند که از این وبای امروزت خلاص یابند، لیکن در این سرنگون شدگن. شیطان آنها را به راه گمراهی برده است، اما بسیاری از ما هم مسلمانان پیروی این گونه کارها میشیم. خداوند پناه دهد. بسیار تشکر برادر گرامی. تشکر میکنم از برنامه خودتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین بیننده گرامی. خب جناب دکتر بیننده گرامی به یک نقطه بسیار مهم اشاره کردن، گفتن غربی هایی که در پی ترویج مسائل چون زنا و قتل و دزدی و مسائل هستند، از مخصوصا زنا، امروز خودشان دچار وبای شدن که میلیون ها دلار مصرف میکنن، اما تا حال از این وبا و از این بیماری نجات نیافتن. خب اگر باز اجازه بتین ما یکی دو مکالمه بگیرم. سلام علیکم بیننده گرامی. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. حالتون خوب است؟ لطف پروردگار بفرمایید خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ ما از چی صحبت میکنیم؟ از یک شهر خواهش میکنم، مهم نیست. خب بفرمایید بیننده گرامی. خب یک سوال داشتم به شما، راجع به موضوع برنامه باشه. ما راست گپ نوازه جمعه موندم. خوب سوال چیزی است، نه همین موید اسلام های دیگه. سوال باشه که در ارتباط به حدود شرعی باشه، حدود مثلا حد زنا و حد سرقت و حد قصاص و مسائل. نه. خب اگر در ارتباط به این موضوع نیست بیننده گرامی، ما معذرت میخوام. خب تشکر. بیننده گرامی، سوالای شرعی تان شما میتونین در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنین. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ ما جده عربستان سعودی. بفرمایید برادر گرامی. چی حال داری؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ لطف پروردگار الحمدلله. ما درباره خود افغانستان من چند سوال داشتیم. ما بیننده گرامی، چون ما در ابتدای برنامه و قبل از دریافت سوال اسلامی درباره ما، سوالی که چند سوال داریم از ما برنامه خواهد باشه، در ارتباط به برنامه باشه. چشم بفرمایید. خب ما در فعلا اسلامی باشه، همون شبکه‌های ما هر روز می‌بینیم ده ها شبکه است در مردم و غیر از زنا چیز را یاد نمیتن. و دومش سودخوری را خود دولت اجازه داده، سودخوری با آخر خود را دیگه 70% سودخوری با آخر رسیده. تشکر بیننده گرامی، چون عمل بالمعروف نهی عن المنکر نیست این دولت. تشکر برادر گرامی. تشکری میکنم. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم.
بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، بفرمایید بیننده عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. سلام بر شما. این سوال شرعی بود. سوالی که خارج از موضوع برنامه نباشه بیننده گرامی. نه نیستش. خارج از موضوع نیست. هر شود آیا میشه که با دختر خواهر همسر ازدواج کرد؟ خب این سوال شما ربط مستقیم داره به برنامه انشالله پرسش و پاسخ مطرح میشه انشالله. تشکر بیننده گرامی. تشکر میکنم. سلامت باشید. خب جناب دکتر و جناب استاد فاتح، البته تقریبا 20 دقیقه بیش نمانده. اگر ما تماس بگیریم باز هم مثل برنامه قبلی سوال ها مطرح میشه و وقت برای پاسخ نمیمونه. داشتیم در ارتباط به حد شرب خمر جناب استاد فاتح صحبت کردن. اگر در ارتباط شما تعلیقی دارین؟ ببینید استاد، قضیه به اصطلاح شراب نوشی یا مشروبات الکلی، ما اگر تو خونمون یک گوسفند شاخدار داشته باشیم، چون که گوسفند یک حیوان اهلی است، میذاریمش هر طرف که میخواد درش بره، بچرخه، به هر طرف میخواد حرکت کنه. اما اگر همین گوسفند اومد وحشی شد، به این شاخ بزن، به اون بزن، به این بزن، همه در خطر افتادن، اونجا چیکارش میکنیم؟ مهارش میکنیم. دقیقاً قضیه استفاده مشروبات الکلی چی است؟ قضیه این است که انسان از دایره انسانیش بیرون میشه، فاقد عقل میشه. اما اگر اینجوری باشه، خب در اروپایی که امروز همه شراب می نوشن باید یک بدبختی کلانی می بود، باید قتل و قتال و باید آفرین. آمار قتل در اروپا بسیار بالاست. برای چی؟ آمار تجاوزات بسیار بالاست. برای چی؟ علتش یعنی شرب آمار روند مثلا فساد در جامعه بالاست. برای چی؟ یکی از مهمترین اسبابی که خودشون به تنگ اومدن. در فرانسه 7 میلیارد دلار سالانه هزینه‌ای هست که خسارت به اصطلاح شراب و مواد الکلی داره. در آمریکا 30 میلیارد دلار، این آمار خودشون هست، 30 میلیارد دلار سالانه خسارتی هست که از مشروبات الکلی نصیبشون میشه. الان بیا دیگه بزن به اصطلاح قضیه قتل، طرف عقلش رو از دست داد، مست هست، تجاوز میکنه به زن، به دخترش، به خواهرش، به هر کسی که روش اومد. قتل، تصادفات، آمار بسیار بالای تصادفات، آمار خودکشی ها، آمار بسیار قتل و غارت، اینا همه یکی از مهمترین اسبابش همین شراب نوشی است. الان وقتی که همچنین حالتی هست، کسی میاد جامعه رو به اغتشاش میگذاره، امنیت جامعه رو سلب میکنه، همه رو به خطر میندازه، باید مهارش کرد. و مهارش چطوری است؟ اگر ما آوردیم این رو گذاشتیم تو زندان، خب اکرامش کردیم، احترامش گذاشتیم، براش داریم خدمتش میکنیم، نوکریشو میکنیم. اما نه، ببینید حد در اسلام برای چی هست؟ حد در اسلام انتقام نیست، واکسینه کردن هست. وقتی ما میاییم یک کودکی رو واکسینه میکنیم، برای چی؟ درد داره، سخته، کودک هم داد میکشه، اما چی؟ میخواییم که این رو از یک بیماری هولناک نجات بدیم. این فردی که شراب نوشیده الان این رو اگر ما مهار کنیم، این رو از ارتکاب 1001 جنایت منع کردیم. ما بهش خوبی کردیم و بدی کردیم. خب طرف میگه من دوچار مشکلات هستم، افسردگی دارم، اگر این الکل بنوشم یک حالت خوشایند برای من رخ میده، چرا شما مانع میشین؟ طرف چی میگه مهم نیست. بچه کوچیک وقتی که میاد یک سمی رو استفاده میکنه، وقتی که بچه کوچیک رو میگیریم از خیلی از چیزایی که براش خوشمزه است، از شکلات خوردن، از خیلی از چیزا منعش میکنیم، ما برای الان داریم به فکرش هستیم یا داریم بهش ضرر میرسونیم. اون چی که یک انسان بی عقل داره بهش فکر میکنه که به اصطلاح براش خوب هست، این رو وقتی که هر کسی که به اصطلاح میخواد که مست بشه، میخواد که جامعه رو به هزار فلاکت بکشه، اون وقتی که نباید رهاش کرد.
اما بازم سوال اینجاست که همین جامعه که در اونجا شرب خمر یا مشروبات الکلی رواج داره، میگن ما جامعه مثالی هستیم، جامعه پیشرفته هستیم، خوشبخت هستیم، امنیت داریم، پیشرفت در عرصه های گوناگون داریم. این حرف رو اونا نمیزنن. این حرف رو اونا نمیزنن. این حرف رو کی میزنه؟ این حرف رو این افرادی میزنن که صدای دهل رو از دور میشنون. همیشه صدای دهل از دور خوش هست. اون کسی که امروز تو واشنگتن زندگی میکنه بعد از نماز مغرب، بعد از وقت مغرب جرئت نداره تو خیابون بیاد. اون این حرفو نمیزنه. اون کسی که در اروپا زندگی میکنه و امنیت نداره، هر لحظه‌ای که بیره واشنگتن که به اصطلاح پایتخت، به اصطلاح مرکز امنیت جهان هست، واشنگتن که نمیدونم قدرتمند جهان هست، چیکار میکنه؟ شبها در اختیار مافیاهای مواد مخدر و به اصطلاح قتل و غارت هست. اگر حرف شما جناب دکتر حقیقت داره، پس چرا اینقدر مهاجرینی که به خاطر رسیدن به جنت موعود صدها هزارها در مشاهد هستیم که غرق شدن؟ چرا اینها مگر اینها اطلاع ندارن، آگاهی ندارن از وضعیت آمریکا یا وضعیت اروپا، یا کسایی که از اقارب و خویشاوندایشون در اونجا ساکن هستن مگر اونها اطلاع ندارن که اینها را هشدار بدن از آمدن به اروپا؟ اینی که به اصطلاح طرف از یک جهنمی به جهنم کمتر میره، این چیز طبیعی است. خب این طرف از کجا فرار میکنه؟ فرار میکنه از یک جهنمی که همون غربی به خاطر رسیدن به امنیت خودش اینو به وجود آورده. وقتی که آمریکا و به اصطلاح کشورهای تحالفش میان و افغانستان رو ویران میکنن، این افغانی چیکار میکنه؟ از زیر آتیش فرار میکنه به اون ورتر. این دنبال آسایش نیست، این دنبال زندگی است. اون کسی که الان امروز سوریه رو داغون کردن، جایی برای زندگی نیست، کجا میخواد بره؟ مگه خبر نداره که تو این دریا چه هست؟ مگه خبر نداره که این نهنگا به اصطلاح قبل از این خیلی‌ها رفتند و شکار نهنگا شدن؟ مگه خبر نداره وقتی که اروپا میره با چه وضعی باشون رفتار میکنند؟ همه رو داره میبینه، اما مجبور هست با وجود این همه فلاکتی که منتظرش هست باز هم حاضر هست بره اونجا همه این دردسر رو قبول کنه تا بتونه مثلا یک فضایی برای زندگی پیدا. خب یکی از شبهاتی که باز هم در ارتباط به حد دیگری از حدود شرعی مطرح میشه جاری کردن حد دزدی است که دست کسی را قطع میکنن، جزئی از بدن کسی را قطع میکنن. میگن اول وقتی که ما جزئی از بدن ازی را قطع میکنیم این یک تغییر خلقت خداوند است و تشویه شکل و بدن انسان است که خداوند او را به بهترین صورت خلق کرده. و از جانب دیگر وقتی بدن ازی را قطع کردیم، دست ازی را قطع کردیم، ما یک انسان عاطل، یک انسان بیکار را در جامعه به وجود آوردیم که باردوش جامعه میشه. چرا به جای از اینکه بیاییم ما حد قطع کردن دست جاری کنیم دنبال یک کیفری که مناسب با روح عصر و مناسب با عصر کنونی و نیازهای عصر کنونی باشه دنبال از اون باشیم؟ جناب استاد سوال شما چند جزء داره. جزء اولش اینه که اینا میگن که تشویه وجوه هست یا تغییر خلقت هست. بله. عجیبه، شما شاید دیده باشین در فضای اینترنت خب بسیار پخش شده، دیدین که بعضی از این افرادی که همچون حرفای میزنن در کشورهای غربی چهره خود را به یک حیوان تغییر میدن، یعنی اشکال عجیب و غریبی برای خود میسازند که اصلا انسان احساس وحشت میکنه از اینها بیاین مسئله تغییر خلقت حرف بزنن، واقعا جای خنده داره برای همچون افراد. اما بحث دیگه افراد عاقل این حرف میزنن، نه افرادی که همون افرادی که خودشان را عاقل میگن اصلا عقلیتی متاسفانه در میان اکثر از اینها وجود نداره و الایی که اینها همچون حرفای نمیزنن. اما بیاین در بحث دزد باز هم تأکید میکنم که اسلام وقتی آمده حدی را گذاشته در واقع دارای یک شرایط و دارای یک ویژگی های خاصی هست. به همین ترتیب نیست که هر کس بعد از این که شرایط جمع شد دست یک کس را قطع کردن. من از شما میپرسم وقتی دست شما عفونتی بشه شما چیکار میکنین با دست خود؟
طبعا اگر این بیماری و این مرض و این ویروسش فراگیر شه و تمام بدن مرا فرا بگیره، ما باید مجبور هستیم قطع کنیم. دقیقاً دستی که به دزدی میره در واقع عفونتی شده. اگر ای که این دست بریده نشه جامعه کلا از بین میبره. نه شما میتونین زندانی کنین، شما میتونین جریمهش بکنین، ولی تا جایی که بنده در جامعه‌ای که زندگی کردم و تا جایی که اجتماع را میبینم، این زندانی ها نه تنها ای که فایده ای نداره بلکه بدبختر میکنه. جناب استاد، من افراد رو دیدم، یعنی خود من شخصا دیدم، بعد از اینکه از زندان خارج شده جانیتر و دوستر شده. این را خودم تجربه کردم. یک مثال دو مثال یک مثال و دو مثال نه جناب استاد، یک مثال و دو مثال نه. در اونجا وقتی میره با جنایتکارهای دیگه روبرو میشه، جنایت‌های جدید یاد میگیره. خب میشه کسی که دستش قطع کرده این آل فعلا بار دوش جامعه است، انتقام بگیره از جامعه، دست به عمل دیگه بزنه. جناب استاد، وقتی که یک شخص دستش بریده میشه، تا اخیر عمر هر کس او را ببینه خودش هم شخص که دستش بریده شده خجالت زده هست که تا زنده باشه دیگه دست به جنایت نمیزنه، تا زمانی که قانون در او جامعه وجود داشته باشه دست به جنایت نمیزنه. مطمئن باشید. و دیگرها هم که ببینند برای همیشه برای اونها درس است. حالا ببرین زندان، بعد از اینکه از زندان آمد بیرون جنایات را دوباره ادامه میده، چون در زندان جناب دکتر هم اشاره کردند و ما هم دیدیم در زندان در واقع به تعبیر ما افغانها پروری جمع میکنن. یعنی بسیار غذای مناسب، جای مناسب، لباس مناسب، کلا همه چیز برای اونها مهیاه. حتی جناب استاد، من افراد رو میشناسم جنایت کرده به خاطری که به زندان بره، جنایت کرده به خاطری که زندان بره، چون از دست این که برای خانواده خود به هر حال کاری بکنه یا چیزی برای خانواده خود برای خوردن بیاره مانده، میره یک جنایت میکنه داخل زندان، حداقل راحت از دست خانوادهش. یک انسان یعنی بیکاره هست. و از جهت دیگر وقتی این رو داخل زندان ببرین، آیا این شخصی که دستش بریده میشه خانوادهش دل جمع ترند یا شخصی که داخل زندانه؟ داخل زندان کجا کار میکنه؟ چی میخواد برای خانوادهش بیاره که کارش تعطیل بشه؟ خب این که بیشتر کارش رو تعطیل میکنه. یعنی از هر جهت که بیاین باز میبینین که به یک مشکل برخورد میکنین. پس برمیگردیم به این که الله سبحانه و تعالی به هر چی که حدی را گذاشته در او یک حکمت و یک فلسفه وجود داره. تشکر. جناب دکتر، تقریبا در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. این شبهاتی که مطرح میشه، این پرسش ها و این گونه سیاق بندی بگیم یا سیاقت سوال ها، البته از طرف افراد مطرح میشه که شما در ابتدای برنامه هم اشاره کردین، اما متاسفانه و بدبختانه و حتی شوربختانه میتونم بگم که امروز در میان جامعه اسلامی افرادی که به نام روشنفکر و به نام حتی نویسنده ها و پژوهشگرها شهرت پیدا کرده اند، اینها هم عین شبهات از طرق مختلف، از طریق مثلا رسانه های گروهی و جمعی و رسانه های جدیدی که دیگه هر روز بروزتر میشه، از طریق از این مطرح میکنن. پیام شما، توصیه شما، سفارش شما به اینها، به این نویسنده ها یا پژوهشگرها و به این جوان ها چیست؟ ما برنامه رو با قورباغه اصفهان شروع کردیم، حالا بذارید با سر خروس تمومش کنیم. بفرمایید جناب دکتر. یارویی بود، کور بود، کور مادرزاد. یهو یه لحظه چشاش باز شد، سر پیری یه چشاش باز شد، نشسته بود، یه خروسی از جلوش رد میشد تا چشاش باز شد، سر خروس رو دید، بعد چشاش بسته شد، باز کور شد. از عالم بشریت چی رو شناخته بود؟ خروس. سر خروس. سر خروس. حالا بچه‌هاش میگفتن بابا میریم کوه. میگفت کوه چیه؟ یه جای بزرگیه. میگفت خب این جای بزرگ چند برابر سر خروسه؟ این حکایت اون افرادی هست که تو خالی اند. خب رفتن کرم شبتاب غرب و دیدن چون از خورشید خودشون غافلند، میان همچین حرفی رو میزنن. طرف وقتی میاد میگه که مثلا آقا حد سرقت و نمیدونم حق دزدی و اینا، بابا طرف اومد پیش امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب، شکایت کارمندش برداشت
که آقا این غذای منو دزدیده. گفت ببین تو سیری این رو دزدیدی، اگر باری دیگه ببینم شکایت کنی دست تو رو قطع میکنم. جامعه اسلامی موظف است که تمام نیازهای فرد رو تأمین کنه. حکومت اسلامی موظف است تمام نیازهای فرد رو به صورت مهیا کنه. حالا نیازهای فرد مهیا شد، فرد یک فرد سالم هست، الان این فرد سالم دزدی اصلا معنا نداره. اومد دزدی کرد، یعنی چی؟ دزدی کرد. من قبل از اینکه به صورت وقتی می اومدم سفر پیش شما با یک تاکسی اومدم تو فرودگاه که منو رسوند، یه بنده خدایی درد دل میکرد. این بنده خدا زمینای پدریشو فروخته بود، همه یه دار و ندارشو جمع کرده بود، میخواست بره کار مالیزی. کسی اومد پولشو دزدی. الان بچه هاشو از مدرسه کشیده، چی به اصطلاح خرج نداره. پدر بیمارش که به اصطلاح درمانش میکرد از درمان مونده، دیگه کل زندگیش فلج شده. الان داشت برای کسی دیگه رانندگی میکرد، تاکسی رانی میکرد برای کسی دیگه، با چند درغاز این فرد از یک فرد مفید، یک فردی که نمیدونم یک قسمتی از جامعه رو تکفل میکرد، الان اومده سربار جامعه شده. این فاجعه رو ما نمیبینیم. فاجعه ای که دزد به بار آورده رو نگاه نمیکنیم. شاید دزد محتاج باشه. دزد محتاج باشه. اگر دزد محتاج بود بعد حکم کیفریش کلا فرق میکنه. اما اینجا ما این فاجعه ای رو که این دزد در این شرایط به وجود میاره، اگر شرایط دزد اصلا خودش شرایطی بود که نیازمند بود، این دیگه فاجعه است. فاجعه ای است که جامعه درستش کرده، فاجعه ای هست که اون نظام حاکم ظالم درستش کرده. اگر شما حکومت داری میکنید نمیتونید نیازهای فرد رو به اصطلاح جامعه رو برآورد کنید، چرا در مسند حکومت هستید؟ برید کنار. خب جناب دکتر، جناب استاد عبدالرحمن فاتح، عین سوال از شما، چه پیامی دارین به کسایی که میان عین پرسش ها و عین شبهات از میان جامعه اسلامی هستن و جزئی از جامعه اسلامی هستن، عین پرسش ها را چه میکنن؟ مطرح میکنن. حالا بحث مطرح کردن جناب استاد نیست، کاش بحث مطرح کردن باشه، بحث عناده. متاسفانه امروز در بعضی از جوانها و بعضی از این افراد ما عناد و سرکشی میبینیم. حتی وقتی مسئله را مطرح میکنه به او جواب میدی، باز میره به یک جهت دیگه میره، یعنی نمیخواد که بفهمه. هدف ایه که اینها متاسفانه از یک جهتی، البته همه را نمیگم به صورت کلی، عده‌ای از اینها یعنی خودفروخته هستند، خودفروخته اند. زیاد با اینها صحبت کردم جناب استاد. چند روز بیشتر یکی از اینها از من در مورد حکم ارتداد پرسان کرد. وقتی برای بحث را مطرح کردم، برای میگه تو چرا مسئله سیاست میری شروع کرد به پیامبر به توهین کردن، به قرآن به توهین کردن، به اسلام به توهین کردن و هر چی که دلش میخواست گفت. من جناب استاد توصیه من به همچون افراد ایه که اسلام از عینک من و از عینک شما و از زبان ما و از زبان یکی دیگه نشناسن. اسلام از خود یک مرجع خاص داره، برن اسلام را از مرجع خاص اسلام بشناسن تا اینکه این شبهات از ذهن آنها زائل بشه و از بین بره. تشکر جناب دکتر نور محمد عمرا، کارشناس علوم اسلامی، استاد عبدالرحمن فاتح همچنین کارشناس علوم اسلامی، از شما سپاسگزار هستم و تشکری میکنم که تا این لحظه خدمت ما بیننده های عزیز و گرامی بودین و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودید. از تک تک شما عزیزان سپاسگزار هستم و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما را پناه حضرت یکتای بی همتا می سپارم. خدا نگهدار. سلامت باشید. تشکر. بارک الله فیکم.